آسیبی که قرص‌های کپسول‌ها به مری میزنن و باعث زخم مری میشن معمولا باعث درد خیلی شدید و ناگهانی میشه در این ناحیه. درد ناگهانی، اگر هم ناگهانی نباشه حداقل این که در عرض مدت کوتاهی به اوج خودش میرسه. این علامتش، علامتیه که زخم ناشی از قرص‌های کپسوله در مری ایجاد میکنن. این اختلال، یعنی زخم ناشی از داروهای خوراکی در مری، تشخیصش خیلی کم داده میشه، از شیوع واقعیش کمتره. یعنی شیوع واقعیش بیشتر از میزان تشخیصی که داده میشه. یعنی منظورم این که خیلی از اوقات این اختلال تشخیص داده نمیشه یا بهش توجه نمیشه. میزان تشخیص کمتر از شیوع واقعی هست. به دلیل اینکه خب دردی که ایجاد میکنه خیلی از اوقات فکر شخص یا پزشک معالج رو میبره به طرف اختلالات قلبی، یا اینکه شخصی مثلا از قبل رفلاکس داشته. رفلاکس در جامعه شایع هست و وقتی که درد ایجاد میشه باز ممکنه که این درد رو ربط بده به اون رفلاکسی که از قبل داشته و فکر نکنه که ناشی از قرص باشه. دلیل بعدیش هم اینه که خیلی مهمه، بعضی هستن که خب یه دارویی رو دارن مدت‌ها استفاده میکنن به هر دلیلی و هیچ آسیبی هم به مریشون نزنه، اما همین دارویی که شخص داره مدت‌های طولانی استفاده میکنه، همین دارو ممکنه یه روز به مریش آسیب بزنه و باعث زخم و درد بشه. و چون این طرف از قبل داشته دارو استفاده میکنه اصلا فکر نمیکنه که ممکنه همون دارو به مریش صدمه زده باشه. و به این دلایل هستش که تشخیص زخم مری ناشی از داروهای خوراکی کمتر داده میشه و آسیب‌هایی که میزنه معمولاً، آسیبی که به مری وارد میشه معمولاً 5 راه داره. یکی این هستش که بعضی داروها هستن که این دریچه پایین مری رو شل میکنن، باز میکنن، باعث میشه اسید خیلی راحت به بالا برگشت اسید رو چند برابر میکنن و باعث آسیب به مری میشن. مثلا داروهای بلاک کننده کلسیم، وراپامیل، مثلا یا آملودیپین. یا ممکنه که آسیب اسیدی وارد کنن به مری، مثل قرصای آهن، مثل ویتامین C، ترکیبات ویتامین C. ممکنه آسیب قلیایی بزن به مری، مثل آلندرونیت که برای درمان پوکی استخوان استفاده میشه، همون داروی معروفی که هفته یه بار استفاده میشه، از خانواده آلندرونیت هستن. اینا میتونن آسیب قلیایی به مری بزنن و زخمای مری ایجاد بکنن. یا ممکنه آسیب ناشی از اسمولاریته و غلیظت بالا در مری ایجاد بکنه، مثل قرص‌های پتاسیم. یا ممکنه اصلا خود دارو، ترکیب دارو طوری باشه که به مری آسیب بزنه. سردستشون داروهای مسکن هستن، مثل آسپرین، ژلوفن، بروفن، ناپروکسن، دیکلوفناک، ایندومتاسین و از این خانواده. اینا میتونن مستقیما خودشون مادهشون به مری آسیب بزنه. یا بعضی از آنتی بیوتیکا حتی که سردسته اونها داکسیساکلین و تتراساکلین هستن. کلا درسته که خیلی از کسایی که اختلالات حرکتی مری دارن، چون زمان ترانزیت مواد در مریشون کند میشه، اینها مستعد آسیب مری ناشی از دارو هستند. ولی خب اکثریت کسایی که زخم مری میگیرن در اثر بلع قرص و کپسول، این اصلا اختلالات حرکتی مری هم ندارن. برای اینکه ما پیشگیری بکنیم از این حالت، بهترین کار اینه که بعد از بلع قرص و کپسول حداقل یک لیوان پر آب بنوشیم و حداقل تا نیم ساعت بعد از بلع قرص و کپسول دراز نکشیم و حتی افقی پیدا نکنیم. اینا باعث میشه شانس ایجاد این عارضه کمتر بشه. و خب تشخیصش هم که مطمئنا بهترین راه تشخیصی وقتی ما شک کنیم به این حالت بر اساس اون دردی که گفتم، انجام آندوسکوپی است.